السلام علیکم هموطنان عزیز، انشالله که همه در صحت و سلامت به سر ببرین. موضوع مورد بحث امروز ما خواب و تاثیر آن بر سلامت روان می باشد. خواب یک نیاز جسمانی و روانی انسان و دیگر موجودات زنده است که سبب تجدید قوای بدن می شود. شاید فکر می کنید خواب یک عمل طبیعی در بدن ما است که لازم نیست زیاد نگران آن باشیم، اما برعکس اهمیت خواب در سلامت روان به حدی است که به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در بیماری‌های روانی و ابتلا به آنان شمرده می شود. نداشتن خواب راحت و کافی روی تمامی فرآیندهای مغز ما تاثیر گذاشته و در طولانی مدت باعث افزایش خستگی، بی‌حوصلگی، عدم تمرکز، افزایش استرس و اضطراب، بدخلقی، عصبانیت و بالا رفتن احتمال ابتلا به افسردگی می شود. خواب کافی و با کیفیت روحیه فرد را بهتر نموده و سبب افزایش رضایت کلی از زندگی می گردد. پس برای افزایش سلامت روان و بهبود خلق و خویتان خواب کافی را فراموش نکنید.